راجمانه بقرار الله عد الله سبحانه برم یورت برم رکورا گفته ماشاءالله دخترک محمود. خب مادر بزرگوار این پیسر حساب کنین 9000 افغانی است از خانواده شما باشه و این 5000 افغانی هم از او خواهر بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بازم در ولایت زیبای غور چخچران هستیم. در منزل خانواده هستیم که بهتر از شما شرح حال زندگیش خود تماشا کنین و شاهد باشین. خوب هستین خاله جان؟ کی از سرپرست خانه تان؟ چند نفر هستین؟ ولی هیچ کس نیم، تنهاییم. یک مادر میریم سرپرست خانه. نواسه داشته ارسی که قرضدار شده 1 سال میشه به ایرانه. هیچ چیزی هم تو من پین رای کردنم تانه پولم نیه، نه گرد تا ریزم هم نداره، آردم نداره. این یک بلوگ عاقل 10 نفر عاقل نفوسیه. 10 نفر کلش فرزندان شماست؟ بله، من خود یه دختری نواسه اون نواسه دیگه که ارسی کرد. یک دانه بچه داره، این بچه هم بیکاره اونجا. خب نه خشوع و خسر شما کجاست؟ خشوع و خسر من خشوع و خسر ندارم. من کارگر من به گردن ازیا. من 4 دانه اولاد دارم به گردن مادر خواهر. نه منظور من این است که شما خشوع و خسرتان کجاست؟ شوهرتان حتما پدر مادر داره؟ نداره، شوهر پدر مادر نداشتن. انت صغیر بوده و کلون کردن پرورش کردن. انت خودم انت پیش مادر خانم من دو بچه. 2 دختر 2 بچه از شماست و متباقی فرزندان شما از منه. شوهر شما کجاست؟ شوهر من مرده 20 سال شد با من. نواسه خروسی کرد. نواسه خروسی کرد حال ایران. او هم 2 دانه اولاد داره. یک دختر داره، یک بچه. نواسه باز بچه یازی هم 4 دانه اولاد داره که بچه بیکار. پس شما 2 فامیل هستین دیگه؟ هم میگیم ما دانستی که 3 فامیل یک جاشته. 3 فامیلی. من کشوی دارم. شوی من بیکار، خود مادر خشته هم و بچه هم که بیکار. نواسه میرون رفته 3 فامیل. بسیار زیاد سرد از هوای غور منفی 35 درجه. همه یک جام شم بردم عمل یک انجینر بردم کالون کو. صنف چند هستی؟ صنف اول. کدام مضمون خود دوست داری مکتب؟ قرآن شریف خوش داره؟ ها. آفرین. کدام سوره میتونی بخونی؟ قل احد بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله عد الله سبحانه برم یورت برم رکورا گفته. ماشاءالله دخترک محمود. رحمت تعالی مشکلاتون حل کنه مادر جان. چیزی ایزم ندارین بانین؟ ها چی نداریم، صرف یک تاریخ خدا می بچه یکیم بیارد قشاد از نرکو کوها پلاز اینا حال خلاص شده که ندل لکه اوم. او خانه که شستیم لکه اوه، این خانه که با سرتر نشستیم. بشستیم روز بشستیم شو بشستیم دیدیم که از بین میریم. بعد برفتیم. شو من در مونده دیرویری انواد من خود عقل خواه گردن نزید. نه که قرضدار پریشون که است عملم بشیده. بچه صغیر که انتر دیگه در مونده شاگردای مترا دیگه من تنها طاقت نمیکنم یک خانه بلا بزده. من میام گردن مادر. خب مادر بزرگوار این پیسر حساب کنین 9000 افغانی است از خانواده شما باشه و این 5000 افغانی هم از او خواهر بزرگوار. حساب کنین شما. تو حساب کنه چه تستایی که درخت دارم. $9000 از شما 5000 با خیر استفاده کنین. الله متعال مشکلاتتون حل کنه مادر بزرگوار. خیر زنده باشین و خیر باشین. تشکر از شما.